لحظات شرم‌آور کنسرت جدید آریانا سعید در سیدنی استرالیا. آریانا سعید در این کنسرت به بیرق سه‌رنگ افغانستان بی‌احترامی کرده است. آریانا چرا در استرالیا کنسرت برگزار کرده است؟ لباس‌های جنجالی آریانا سعید در این کنسرت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوشقلب، خوش صدا و ناماشنای افغانستان که مشهور به ملکه دلها، وی لقب ملکه دلها را از طرف هنرمندان و طرفدارانش کسب کرده است. آریانا سعید از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. وی در سال 2008 با اجرای کنسرتی در افغانستان به شهرت و محبوبیت هنریش افزود. آریانا سعید آهنگ‌های بیشماری همساله برای دوستداران و طرفداران هنرش می‌سراید. آهنگ‌های آریانا سعید همیشه مورد حمایت و استقبال گرمی قرار می‌گیرد. سعید همساله کنسرت‌های مختلفی در سرتاسر جهان برگزار می‌کند که گاهی کنسرت‌هایش مورد نقد و انتقاد شدید طرفداران و دوستدارانش قرار می‌گیرد. روز قبل آریانا سعید کنسرت بزرگی را با حضور بیشتر از 10,000 افغان در کشور استرالیا برگزار کرد. این کنسرت آریانا سعید مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. آریانا سعید در یک قسمتی از این کنسرت بی‌احترامی و بیرق سه‌رنگ افغانستان کرده است و این بیرق را برای آدینس این کنسرت پرتاب می کند. آریانا سعید لباسهایی بدون از تصور در این کنسرت بر تن کرده است که باری دیگر مورد انتقاد فراوان دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی بارها آریانا سعید بیان کرده است زندگی شخصی خودم بوده است و هر طوری که بخواهم زندگی خواهم کرد، ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.